اما زندگی برای جونو چیزی نبود جز نبردی بی پایان. زندگی تو طبیعت بیرحم بود، اما هیچ چیزی نمیتونست جونو رو برای بدترین اتفاقی که ممکن بود رخ بده آماده کنه. تو یکی از روزها سرنوشت ضربه سهمگین خودشو بر پیکر این شیر جوان فرود آورد. صدای شلیک تفنگ‌ها تو فضا پیچید و تله‌های آهنین بسته شدن. جونو که روزی قرار بود در میان دشت‌ها فرمان روایی کنه، ناگهان تو قفسی تنگ و تاریک اسیر شد. زنجیرهای آهنین آزادی رو ازش گرفتن و قفسی تاریک جای آسمان بیکران رو پر کرد. شکارچیان جونو رو مثل غنیمتی ارزشمند برای فروش بردن. جونو برای آزادیش جنگید، اما زنجیرهای انسانها محکمتر از قدرت جونو بود. تو دنیایی که در اون نمایش و سرگرمی مهمتر از غرور و شرافت بود، جونو به اسارتی بیرحمانه کشیده شد.